که این شما اگر با تلویزیون هر روز میبینید در مردم غرب، مردم طرف امریکا و روسیه و گویم ژاپن و دیگر دولت های گویم خیلی مترقی در درون خانه هاشون دیدین که سگ ها در پیشاشون هست. انا اگر همون خانه هایی که ما و شما داریم در داخلی او امروز گویم در سکسیه هایی که مردم آبشیجیت هایی که زندگی میکنن، اگر در همین سکسیه ها هم کسی اگر سگ نگه میدارد در زیر همین حدیث حبیب خدا داخل می شود که ملائکه ها در او خانه داخل نمی شود. و هر روز مثل کوه احد این خیلی کوه برجسته است در مدینه منوره. انا همین اجرهای او را، عملهای نیکی او را خداوند با واسطه نگاه داشتن این سگ نابود میگرداند. میکردند. به این خاطر اگر در کدام خانه هایی که اگر وجود داشته باشند نابود کنین. نابود کردن به معنای که از خانه ها پیشان کنین، در خانه هاتان اونها را نگه ندارین. حتی در همین حوالی هایی که کلانی که داریم اگر میبینیم که یگان خوفی نیست، هیچ حاجت بر او نیست، اگر از روی احتیاط و تقوا و پرهیزکاری اگر دور کنین انشاءالله این دم ما و شما ثواب میگیریم. لیکن بینیم که آدم مالدار است، آدم سوداگر است و این سگ حتمی در اون حولی لازم است، بگذار وای در همون حولی باشد. در حدیثی که در صحیح مسلم میگذرد طهور اناء احدکم اذا ولغ فیه الكلب ان یغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. حبیب خدا گفتن ببین سگ برای چی حبیب خدا میگوید که در خانه ها نگه ندارین؟ برای چی؟ یک سبب شد در صحیح مسلم حدیث روایت می شود هر وقتایی که اگر دهان سگ در ظرف از ظرف های خاندان شما رسید، مقصد در طبقی که شما نان میخورین، در همون ظرف هایی که شما آب می نوشین، اگر وقتی که همون دهان سگ میگوید رسید، اذا ولغ فیه الکلب، وقتی آب دهانی او یا زبان او یا لب او در همون ظرف که رسید، حبیب خدا چی فرمایش میدهد؟ میگوید که ان یغسله 7 مرات، شما 7 بار همون طبق یا همون ظرف شوین، با آب شوین، اولاهن بالتراب، اولش به خاک باشد، اول به خاک شوین یک بار و 7 بار دیگر به آب شوین. اینا من در دوره هایی که در تحصیل بودیم در همونجا در گازیت ها خوانده بودیم که همین حدیث پیغمبر خدا را در لابراتوری لندن سنجش گذرانیدن که برای چی پیغمبر خدا گفته است که مثال وقتی سگ دهانش در ظرف که رسید اولش به خاک بعدنش 7 بار دیگر بر آب شوید. چرا؟ وقتی که گویم که سنجش گذرانیدن همین آب دهان سگ یا لب سگ وقتی که در ظرف می رسیده است، همون زمان در حالت غضب سگ نه، در حالت آرامی سگ در همون ظرف یک میکروب می پرتافته است که به نام حلقه بوده است. همین میکروب حلقه را در 1000 گراد سلسیوس خنکی گویم گذاشتن نمرد. این در گازیت ها چاپ می شد. در 1000 گراد گرمی گذاشتنش این میکروب نمرد. وقتی میگوید یک مشت خاک در بالاش میپرتوین همون زمان میکروب نابود میشود. ببینین این هم یکی از معجزات هایی که گویم که خداوند بر رسول اکرم نصیب کرده بود. انا همین بود که اون زمان ها این لابراتوری هایی که امروز میسنجند این لابراتوری ها وجود نداشت. از این خاطر امروز زنهای بی تمیز زیاد شده است. زنهای گویم که بی اندیشه و بی فکر و بی پرواز زیاد شده است. در اما اکثر خانه هایی که سگ ها وجود دارند همون سگ ها حتمی گویم که در طبق و در ظرف های اونها لب و دهان اونها می رسد.
به این خاطر همون خاندان همشه به بیماری البته به البته روبرو میگرداند. از این خاطر یک سببش هم طبرانی و ابن ابو شیبه در مسند چون روایت کردن که سبب نزول این سوره ضحی و دیر آمدن جبرائیل به خانه حبیب خدا این بود که چی بود؟ در خاندان او سگ مرده بود. در یک حدیث دیگر هم خواندم که حدیث متفق علیه هست که وعد رسول الله صلی الله علیه و سلم جبریل ان یأتیه فراث علیها حتى اشتد على رسول الله صلی الله علیه و سلم فخرج فلقيه جبرائيل فشك إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. حدیث متفق علیه است. میگه بار جبرائیل به حبیب خدا وعده داد که من فردا به خانه تو می آیم، لیکن میگه فردا نآمد. رسول اکرم بسیار میگوید غمگین شدند، حتی اشتد علیه، بسیار حالش وزنی شد. چرا جبرائیل در وعده داده خود وفا نکرد؟ وقتی حبیب خدا میگوید بیرون برآمدم نگاه میکنم که یک تیاق گویم یا یک چوب درازه در حولی من گذاشته شده است و بالای این تیاق این چوب جبرائیل قرار دارد. من گفتم ای جبرائیل چرا به ساعت گفتگی نآمدگی؟ گفت که در زیر کت تو سگ بچه خواب است و از زیر کت دور کن. هیچ وقت خداوند و ملائکه های او و رسولان او در وعده خلاف نمی کنند، لیکن خانه ای که سگ دارد و صورت دارد ملائکه ها داخل نمی شوند. این حدیث هم بیانگر این است که در خاندانی که آن خانه هایی که من بیان کردم اگر سگ ها وجود داشته باشد ملائکه ها در اون خانه ها وارد نمی شوند. لیکن امروز من با طریق گویم با یک باور که زبانی دراز میگویم که در 90% خانه ما و شما صورت ها وجود دارد، صورت وجود دارد. شما می توانید برادرای عزیز و گرامی صورت منظره ها را گذارین. این صورت هایی که در اطراف مسجد های ما و شما هستند، از این صورت ها استفاده برید. صورت های گویم که امین زیبا، گل و صورت های طعام ها و هر گونه منظره های زیبا را استفاده برین. لیکن صورت هایی که از ما و شما باشد، از فرزند ها ما باشد، در همون خانه حتی نماز خواندن ثواب ندارد. در هر خانه حتی که صورت باشد اون خانه در نماز عبادت و در نزد خدا اجر و ثواب ندارد. و این خاطر میتونین که شما اون صورت ها را از خاندانتون جمع کنین. میلش در دوره بود که شما نفهمیدین این صورت ها را گرفتین، به سوی خدا ما و شما توبه میکنیم که این از روی نافهمی از ما سر زد، خداوند از گناه ما و شما میگذرد. لیکن اونها را آویزان کرده و در پیش چشمان این درست نیست. حالی بعضی ها را میره میگوی برادر عزیز این صورت در خانه ناد میگه خانه این صورت پدر مای. وقتی تفتیش میکنی این پدر رحمتی، پدر مسخره کن محبت دیگه. وقتی تفتیش میکنی همین پدر همین فرزند راضی نبود باور کن. بعد مردن بعد پورتریتش میکند و بعد مردن بعد قالین داد گویم که فرمایش میتاد و بعد کشال میکنند. اگر همو قسومی که در همو قالین صرف کردی همو بیچاره را میدادی با خیلی خوب میشد. او بیچاره گرسنه و تشنه و ناراضی از تو گذشته است و بعد تو شترکشی و بعد گاوکشی و بعد قالین در صورت زدن او، اینا هیچ منفعت و فایده ندارد. اینا هیچ معنایی را ندارد که تو قرض فرزندی تا ادا کردی. تو در دنیا دعای پدر و مادر را بگیر، شکمی او را سیر کن، لباسی او را بهترین پوشان، در بهترین جای گویم که خانه او را بخوابان. انشاءالله این